درود به همگی گایز، به چنل گاد موویز خوش اومدید. امیدوارم حال دلتون عالی و تنتون سلامت باشه. آقا امروز ما معرفی نداریم ولی یه پیشنمایش در مورد فیلم سونیک 4 براتون آوردم که اگه داخل فیلم سونیک 3 آخرش نگاه کرده باشید میبینید که چند تا ربات از آینده به زمان حال سونیک میان و قصد جون اونو میکنن. بعد بهتون بگم که در فیلم سونیک 4 که قراره منتشر بشه تو 2 سال دیگه، شادو و اگمن دوباره برمیگردن، یعنی چون خب شخصیت اصلی این بازی هستن قطعا نمیمیرن و اونا برمیگردن. اینجوری که ما در آوردیم موقعی که اون انفجار داخل سونیک اتفاق میفته، شادو اگمن رو نجات میده و قطعا در سری 4 سونیک هم دکتر اگمن حضور داره. این فیلم سونیک 4 طی خبر رسمی که اعلام شد طی حدود 2 سال دیگه در سال 2027 منتشر میشه. خب دوستان، این از اخبار این فیلم. امیدوارم لذت کافی بوده باشید و خوشحال میشم که چنل ما رو لایک و ساب کنید.